سنگری توحید و بیشیش دلان بلبلی گلشن. اقدامات مؤثر رهبری دی افغانستان برشنا شرکت برای تامین برق مورد نیاز در کشور. رهبری دی افغانستان برشنا شرکت در راستای تامین برق مورد نیاز مشتریان، مدیریت منابع آبی در فابریکات تولید داخلی را بهبود بخشیده و استفاده لازم از آبهای ذخیره شده را برای فصل زمستان عملی کرد. در این مدیریت در فصل بارندگی آبها ذخیره می شدند و نیازهای سیستم برق عمدتاً از طریق برق وارداتی تامین می شد. این استراتژی امکان تولید برق از آبهای ذخیره شده را در فصل زمستان که بیشترین نیاز به برق وجود دارد فراهم ساخت. در چارچوب تلاش‌ها برای بازسازی اساسی تجهیزات فابریکات تولیدی، توربین دوم فابریکه برق نقلو اخیراً بازسازی شد و اکنون نیز روند بازسازی توربین اول تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. همچنین با فعالسازی دستگاه حرارتی ترخیل، تولید برق در سیستم عمومی تا 12% افزایش یافته و میزان استفاده از این دستگاه در مقایسه با سالهای گذشته حدود 50% بیشتر شده است. گرچه هزینه تولید هر کیلووات برق در این دستگاه حدود 21 افغانی است، اما در افغانستان برشنا شرکت این هزینه را متقبل شده و برق تولیدی این دستگاه همراه با برق وارداتی و داخلی در شبکه‌ها توزیع می شود. با توجه به وارداتی بودن بخش عمده از برق مصرفی کشور، دکتر عبدالباری عمر، رئیس عمومی اجرایی دی افغانستان برشنا شرکت، قبل از پایان سال 2024 میلادی قراردادهای خرید برق برای سال 2025 را با کشورهای همسایه به موقع امضا نمود. در نتیجه با برخی از این کشورها توافق خرید 30 الی 40 مگاوات برق اضافی و ایجاد تسهیلات جدید در قراردادها حاصل گردید. افغانستان برشنا شرکت برای افزایش ظرفیت تولید برق داخلی کنفرانس ملی جذب سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌ها در حوزه تولید انرژی برق را برگزار کرد. گرچه تلاش‌های مذکور منجر به افزایش ظرفیت عمومی سیستم برق شده است، اما افزایش تعداد مشترکین جدید در کابل و ولایات و به طور کلی افزایش نیاز مشتریان به برق باعث شده است تا پرچاوی‌های برق عملی و گاهی تمدید شود.